یکی از پرسش‌های اساسی در بررسی‌های تاریخی گیلان این است که به طور حدودی از چه زمانی انسان توانسته در این جلگه استقرار و سکونتگاه‌های خود را ایجاد کند. در قلمرو کوهپایه کوهستان پهنه‌های مناسب‌تری برای زیست وجود داشت، به ویژه در ارتفاعات پایین‌تر و دره‌های رودخانه‌ها و در بیرون و حاشیه جنگل‌ها. بنابراین در دوره سنگ، یعنی تا نزدیک به 7000 سال پیش، حسرت زیستن برای انسان که در گروه‌های بسیار کوچک در این پهنه حضور داشت و از بلندی‌های کوهپایه کوهستان به این سرزمین زیبا می‌نگریست، برای همیشه در دلش باقی ماند و برآورده نشد که بتواند فرود آید و در جلگه مسکن و مأوایی برای خود دست و پا کند. در دوره فلز که از حدود 7000 سال پیش تا پایان دوره آهن، یعنی تا آغاز دوره هخامنشی حدود سال 550 پیش از میلاد ادامه یافت، نیز این حسرت بر دلش باقی ماند و تنها از آن بالا نظاره‌گر جلگه بود و امکانی پیدا نکرد به جلگه ورود نماید. موقعیت جغرافیایی این محوطه‌های حفاری شده نشان می‌دهد که انسان این دوره بیشترین تلاش خود را در مسیر رودخانه سفیدرود انجام داده تا به جلگه نفوذ نماید، اما در حدود ارتفاع 100 متری متوقف شده است.